داماد آمد. نامش را گیر و گوشش را کش. دامولازیا خوش آمدید. وقتی که شما به خانه‌مان می‌دروید باور کنید خانه‌مان پر نور می‌شود. تشکر خانم، تشکر. خوش آمدید. یا خدایا بخیر است انشالله. عجبا کی باشد در این ساعت؟ کی میشده است؟ رفیقتان شفقت نباشد؟ خدا نباشد. بسیار خندیدیم، عاقبتش بخیر شود. آقای اکرم، لبای در نزدی در یک خانم دامولازیا رو میپرسند. یک خانم آمد است میگویی؟ بله، اما خانمی ناشناس. کی است؟ نمیدونم. شاید از محله گنزن باشه. زنی دهاتی است، اما از محله ما نیست. خیل بگذارید درآید. حاضر. مرحمت. مولای ساختکار، تو ما را در دهات گذاشته با این دختری بای خانه دار میشوی ها؟ حیف بر تو، حیف. خداوند جزای تو را دهت خانه بود درت بسازد مولای ساختکار. من؟ ای خانم شما چی ها میگوید؟ چرا اینجا فریاد زده ایستاده؟ به تو نشان میدیم چه گفتنم رو اینجا بیا. شما دیوانه اید مرا میزنید ها؟ میدونی چرا تو رو زدم؟ این به تو کم از کم. آیا شمایان این زن را میشناسید؟ من نمیشناسم. آقای اکرم شما میشناسید؟ نه، من از کجا میشناسم داماد؟ با خدا که من هم نمیشناسم. اگر تو نشناسی چرا پس برای تو شلاق زد؟ گفته اتون هیچ منطق ندارد خانم تولین. مرا شلاق زد گفته باید او را بشناسم. زهرا این زن کیست؟ از کجا دانم اپا جان؟ آقای زیو نمیشناسم. باز میگویی که من رو نمیشناسی ها؟ توف، حیف به تو. با خدا دیوانه است. با خدا قسم این زن دیوانه است. نمیشناسم او را. نمیشناختی کو؟ میشناسی که زن رو دیوانه گفته ایستاده ای. خدای توبه. خانم تولین این چه خیلی منطق است. هرچی گفتن گیریم این مسئله حل نمیشود. همین خیلی نه آقای فروخ. بله. یک دقیقه. این زن کیست؟ مرا دیوانه نکنید. ما هم نمیدونیم بابا. باز اکنون دیوانه شدیم از یا ها؟ لیکن درست تو آدم را دیوانه میکنی. تو چی ها میگویی ها؟ تو هیچ از خدا نمیترسی ها؟ باز دامولایی ها؟ زیا تو زنی 15 سال همراهت بوده رو در دهه گذاشته در اینجا کیف و صفا داری؟ زنش؟ بابا جان چی؟ زنش؟ باز 15 ساله زنش بوده است. آفرین. زیو این زن چی میگوید؟ و دروغ میگوید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چه زن؟ با خدا من این زن رو نمیشناسم. چه نمیشناسی؟ مگر این زن تهمت میکند؟ حقیقت را میگویم.
آقای فاروق گوش کنید، یعنی با این منطقی مسئله رو حل کردن نمیتوانیم. راست میگوید این خیل یگون کار حل نمیشود. فاروق درست میگوید؟ چه خیلی درست میگوید؟ با درست گفتنی وای کجا این مسئله رو حل میکنه ده؟ تولین من چی گفتم ها؟ او من چی گفتم؟ چی گفتم؟ ای زن، تو چی گفتنت رو میدونی آخر؟ در نزد این آدمان از تهمت کردن من شرم نمیداری؟ زهرا، آقای اکرم، در حقیقت این زن رو من در حیاتم یگان بار ندیدم. به خدا چی در داره، چی میخواد این رو نمیفهمم. ای زن، باید تهمت کردن به ما میزبد. تو کیستی نامت رو حتی نمیدونم. قیصر بی فراموش کردی؟ قیصر بی؟ بگو اکنون بگو، مرا برای همین ها ترک کردی ها؟ برای همین ها؟ برای همین رو کریم کرده ها؟ برای همین زنهای سری لوچ و بی تربیه مرا ترک کردی؟ ما رو بی تربیه ای گفت. زن، چخیل ترک کردم. ما با تو هیچ گاه یک جایه نبودیم. یک جایه نشده باشم. کودک از کجا پیدا شده؟ از پیش خودش؟ چی؟ باز کودک داشته است. نه خدا ها؟ کودک هم داشته است. آفرین. یا توبه، دروغ میگوید. والله بالله دروغ میگوید. به گپ این زن باور نکنید. مرا که قبول نکردی، کودک را هم قبول نمی کنی ها؟ اقلا با خودت میگرفتی. کودک آخر 5 ساله است، قدشا نمی قدر شد. ای خدایا این خواب است. خب من حاضر از خواب میخیزم. بله دامولازیا، این باید یگان سبب داشته باشد. همین خیل نه؟ این زن از پیش خود چرا دروغ گوید؟ بله دومولوزیو، با ما یگان سببی انیق گوید که باور کنیم. بله زهرا، من هم انتظارم. شرح میدهی؟ سببش رو من میابم اپا جان. نه، من سببش رو از او انتظارم. یک دقیقه من با تو اویله دارم. اویله داره؟ کودک هم داریم. بله. پس شهادت نامه نکاحت رو نشان ده. گویا با من نکاحی رسمی کرده باشد. آخر خودت نکاحی دینی کردی کو؟ لطفاً باور نکنید به این زن دروغ میگوید. روی راست به ما دروغ میگوید. با خدا من گپ ندارم دومولوزیو. در ده یک زن، در شهر یک زن، با فکرم که در تمام جا زنتون هست. نکاح رو هم خودتون کرده اید ها؟ خودش گفت، خودش گفت که هر دوش برای من یک اینش رو کنیم. اگر حقایی به شهر رویم آن وقت رسمیش رو میکنیم. این رو با دهانی خودش گفت به من. با خدا میزه بد گپ نیست. نکاح رسمی رو با زهرا، نکاح ملاگی رو با دهاتی. چه زور نقشه کشیده ای ها؟ این شرمندگی از پدر. اگر من این خیل کار میکردم چی میشود؟ زورا میکند، هیچ گپ نیست. تو چی ها گفتنی دخترم؟ تو چی ها گفته ایستاده ملی؟ تمام پریشان نمیشوی، موضوع رو عوض نمیکنیم. با مامانی گفت. بله فاروق، آفرین به تو. این کارو کی به آخر میرسونی؟ کنی یگون چیز بگویی؟ چی گویم؟ تولین جان، با خدا این شرمندگی است. شما هم همینطور نکنید آقای فاروق. گوش کنید مرا، این زن دروغ میگوید. با خدا که دروغ میگوید. مرا باور کنید آخر. حالا همین کار میکنی ها؟ تو نامرد. اینجا بیا. کجا میروی ها؟ کجا میروی؟ گپ زن. دستم را میشکنی. سیاه التجا میکنم، نکن. های بازن اشکارو ظلم کرده ایستاده است. پرتافتنت بسی نکرد که باز با او ظلم میکنه. دومولوزیو، چخیل پرتافتم؟ کدام ظلم رو میگوید؟ ندیدید ها؟ شب پاتی زد، برایم توف کرد. برعکس او با من ظلم کرده ایستاده است. برای تو کم است. نیارز خانم و شوهری من است. شما دخالت نکنید. هم نقص میبینه هم میزنه. این درجه نبودیست. چخیل شوهر. یا قدرت رو اینقدر پس نکن. پگاه به مکانی که نگاه کرده بودیم بیا پسرت رو بار آخر ببین. ای کجا رفتی؟ چی؟ خواهش میکنم با من بگو یگان چیز لطفاً. السلام، من شوکت. شما رو در اینجا یکم بار میبینم. کیستید؟ من قیصر بی
15 سال با زن نکاحی دوملوزیو هستم. یا خدا ینگه، من از جماعت دوملوزیو دوست نزدیک او هستم. شوکت، شاد شدم ینگه. حاضر میفهمونم این زن دروغ میگوید. من این زن رو نمیشناسم. این زن همسر من نیست. آخه واس است گم شو از اینجا. کجا گم شوم؟ نو شیراز شدیم، صحبتمون گرم شده ایستاده است. نه وقت ندارم، یک طرف ایستاد. وای بیوا اینجا بیا، با تو گپ دارم. چی رو گپ میزنی؟ من گپ هایم رو در داخل گفتم. اگر گپ زدن خواهی به مکانی مرا فریب کرده است میایی، در آنجا گپ میزنیم. زنی احمق، مرا گوش کن. دوملوزیو ایست. حالا با تو با میخوریم. لبای خودی حاضر، همه حقیقت را فهمیدن میخواهم. دیدید ها؟ از قفای زنش چخل میدود. دیوانه بار. مادر مگر آنها اویله دارند؟ انا اینجا کار نمی کند. چی خیلی شما اویله دار بودنتان رو از من پنهان میکنید؟ خانم زهرا، شما هم به این زن باور میکنید؟ گریخته ایستاده است. من باید با او گپ زنم. برادر گوش کن، با خدا من با تو گپ ندارم. نخود به برادرت نگویی. شوکت، رو از اینجا، سرم رو بیرون نکن. تمام. خانم زهرا گوش کنید. گوش کنید دوملوزیو، خودی حاضر همش را فهماده میدهید به من. چی را فهمونم؟ من تا حال هیچ چیز را نمیدونم. به شما چی علاقه دارد؟ به همه کار همراه نشوید. التماس. آخر شما یک دم خاموش نمیستید که بابای اکرم شما را دیدن میخواهد. اوف، خدایا توبه. میآیم شهناز. بابا جان چقور نفس گیرید، چقورتر. شهناز پدر جان خوب است یاری تاجیلی دعوت کنم. کارت برار گرفت. زهرا خانم، ینگه زهرا، بسیار عذر میپرسم. اگر ناحرمتی نشود، من برادرم زیا یعنی دوملوزیو را خوب میشناسم. آداب و اخلاق همه چیزش را میدونم. او نیتی خوب دارد، کمتر عروسباز است، قلب بسیار نازک دارد، بسیار دوتاز میکند، اما در موضوع عائله دار شوی جدی است. در حقیقت همه این تا دوره شما بود. تمام. به خدا او دیگر عروسبازی نمیکند. عروسبازی ها؟ عجبا. کی میداند باز چند زنی که با آنها نکاح کردید به اینجا می آید. یا خدا توبه، چرا امشب هیچ کس با من باور نمی کند؟ من با یگون کس اویله دار نشدم. من با اویله دار شوی کار ندارم. بله همینطور. مرا در نزد حبل انتظار شوید. من بابایم را دیده می آیم. بابا جان به شما چی شد؟ بابا جان مرا ببخشید. این خیل شدنش را نمیدانستم. ببخشید. شما خوب هستید؟ هیچ گپ نیست، خوبم. عروسبازیش چی؟ تو چی گفتنت رو میدانی ها؟ عروسبازیش چی؟ عروسبازی از کلمه تاجیکی گرفته شده، معنایش از پس دخترهای تاجیک. بچه دمت رو گیر. باز یک تو میزنم که از تولد شدنت پشیمون میشوی. پیش در راه کار. خوبم. چرا به من نگفتی؟ چی رو شوکت؟ عائله دار بودنت رو. شوکت گوش کن، مرا دیوانه نکن. به همان هم جین هایم بر آمدن. با من این طور گپ زده دیوانگیم رو نبرار. دمت رو گیر. آرام باش برادر، من تنها تو رو سنجیدم، یگان نیتی بد نداشتم نسبتی تو. من برای سنجیدنم مگر؟ برادر جان، یه مقال روسی است که دویریای نوپرویریای. آن زن هم نقش پروفسیونالی بود، اکتریس زور بوده است. همه باور کرد، لیکن قریب من هم باور میکردم. لیکن من جورای خیرس نه، جورای تو هستم. برای همین باور نکردم تا آن زمانی که خودت نفهمی. چی رو فهمم؟ چی رو؟ آمده هزار بلا را بسرم رفت. استغفرالله. گوش کن برادر، در زیر کاسه یگان نیم کاسه هست. چرا نباشد این زن این خیل کرد؟ یافتم. چی رو یافتی؟ با من فهمون؟ این زنی بدبخت خوش دید که تو آدم پولدار هستی، خواست از تو پول کند. با من سفسطگویی رو بس کن شوکت. من پول دارم مگر ها؟ پول دارم ها؟ اینجا کپ دیگر است. چی باشد اما نمیدونم. این چخیل می شود؟
نفهمیدم. پدر جان برای این کار غمگین نشوید. خوب شد که سری وقت فهمیدیم. حالا سری وقت بود که ما همه این رو بفهمیم. برای این شکر باید گفت. زهرا جان. ها جان بابا جان. یکتایی من، یکتایی من. بابا جانم. مرا ببخش. اگر برای آیله دار شوی تو را مجبور نمی کردم. تو این خیل قرار ناگهانه نمی دادی. بابا جان، جانی من، لطفاً خودتان را گناهگار نکنید. در این شما چی گناه دارید؟ او در پیشانی نوشته نشده است. از کجا میدونستی؟ از کجا میدونیم که این کار حقیقت دارد یا اینکه نه ینگه؟ حالا هیچ چیز رو نمیدونیم. شاید آن زن دروغ میگوید. زهرا باوریم نمیآید که باباید در این حالت است و تو حال و هم دامولا رو پشتیبانی میکنی. به خدا گپ نیست. تو این رو هم کردی. برادر جان. ها بگو. یک گپ رو به تو بگویم. بگو. با فراموش نکرده باشی. چی رو شوکت؟ یعنی همون دورای سروایرونی ده با همین زن آیله‌دار شده باشی یا فراموش کرده باشی؟ پسرم تو بازگشته و برگشته موضوع رو به قفا برده ایستاده ای. در اول این سوال رو پرسیدی، من جواب دادم. تکرارا این رو نپرس. من شوکت با خدا که حاضر با این شرطم در پیشانت میزنم. تمام برادر. رزمیری پایافزال 53 بود. آیله‌دار شده باشم میگویم که آیله‌دارم. تمام برادر جان، آخی آروم شو. من هم همه رو گفته ایستادم که یک محاکمه کنیم، یعنی محاکمه کرده پرابلم ایت رو حل کنیم. شوکت یک گم شو با این محاکمه رانیت. تو مگر سرداری که محاکمه رانی میکنی ها؟ سرداری مگر؟ لبه عزیزم. علیو اونال زود به خانه ما بیا. همه کارها برباد شد. چی گپ شد؟ شب هر شونده زهرا آیله دار بود است. نفهمیدم. چی خیلی نفهمیدی؟ آخر شب هر شونده زهرا دامولا زیو بود کو؟ آیله دار بود است. هی اونال وحی شخص زن و کودک داشته است. خیر عزیزم زود می آیم. بیا. بخیر سردار کمنما شدید. در خزینه پلیس بسیار حجتای تفتیش نشده یافتم. جمع کرده آوردم. تو چه ها میگویی؟ حجت میگویم سردارم. آیا یگم کس از تو حجت پرسی؟ نه سردارم، یعنی این حجت ها را یک جا باید تفتیش نماییم. با نقطه سنجی و زیرکی جنایتکارها را از خواب بیدار میکنیم. لوین حاضر به کرسی نشسته یک تا تفتیش میکنی. اینها را هر گونه خواهی سنجش کن، اما ما را همراه نکن. سردارم خفا نشود، اما شما راستی بعد از دستگیر شدن کارتکلاس عموما به کار اهمیت نمیدی. چی گفتی؟ آخر سردارم بیرون بغیر از کارتکلاس پر از رازان و عاقل پدر است. آنها را ما دستگیر نکنیم کی دستگیر میکنه؟ اوه بابا جان، من با شما فقط میگفتم، اما شما یگان بار گوش نکردید. رفتن نبیرت آن رو با یک آدمی ناشناس دادید، لیکن اونال رو باشد آموختید. حاله درباره شوهرت گپ زده اجنه های مرا بیدار نکن. سردارم من شما رو فهمیدم. باز چی رو فهمیدی لوین؟ شما تا حال با ینگه حله آشنا نشدید، از این سبب قرش از من میگیرید. کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ سردارم گوش کنید، زنان مانند کبوترند، چه خیلی قپیدنشون رو باید دانست. اگر فشار آوردی میمورند، اگر آزاد گذاری پریده گریخته میروند. از همین سبب آنها را در حال میانه گذاشتن لازم. بسیار هم سخت گرفتن خوب نیست. تو کیستی که من رو نصیحت میکنی؟ اخلاقی نکن. یعنی نصیحت نیو، من این رو از تجربه حیاتی خودم گفته ایستادم سردارم. چی خیلی تجربه؟ اویله داری مگر؟ نه ندارم، خدا خود به نزدیکی زن میگیرم. زن نداری؟ سردار پول قلم بسیار قیمت است، زورم نرسید. پسرم نه اویله داری نه زن داری، از کدام تجربه گم میزنی به عقل؟ سردارم من تجربه دارم. هر کی نامخت از گذشت روزگار به خدا در حیاتش نمیآموزد از هیچ آموزگار. ای تو هم شاعر شدی چهارچشمه؟ سردارم راست گفتید، من شاعر نیستم اما استاد شاعرها هستم. شعر عاشقی در کار شد گپ زد. ای بچه یگون کس تو رو برای درد سر من روان کرد، تو قصدن اینجا آمدی؟ توبه گیر سردارم. ادامت رو گیر. سردارم پگاه جنازه اکای کلتکلش خدا رحمتی است. میگویند که بردا تابوتی را که تو بردارن تابوتی سردارت را. من نمیروم، تو رو، لیکن با دقت باش تا قبرش رو چخورتر کنم. اطاعت سردارم.
бародар, ту як барона дар ҳавои тоза гашта ором шав пеш аз кафиданат. ман бошам инҷо каме ба худ фикр кунам. فکر کن تو اینجا فکر کن من میبرایم با زهرا گپ میزنم. تمام. با ینگه سلام مرا. و علیکم سلام میگویم. به همین هم سلام تو را انتظار بود. خدا توبه. توبه. غضب این رو بین ها. من هیچ چیز نگفتم کو. یاردم ده. بابا جون با کجا؟ تنها بودن میخوام. کس جومم را ده. مایلاش. من خودم را هیچگاه نمیبخشم. بابا جون لطفاً این خیلی نگویید. غمگین مشو. تو یگان گناه نداری. همراهتان بیایم خوب استید؟ خوبم. تنها بودن میخواهم. نه آیم. نه. می اومدم. نه. مایلش. دیدی بابایم چقدر غمگین شد. اگر کمتر گپی اپات رو گوش میکرده این حادثه ها رخ نمیداد. بس هست. کاری شدگی شد. دیگر در این موضوع گام نزنید که سرم رو در گرفت. کاری شدگی شد. شرمنده شدیم شرمنده. آی فرو تو چی اینقدر بی‌پروا میگردی ها؟ یا خدایا و من چی گفتم؟ چی دهانم رو نکشویم؟ خودم را هیچ نمیبخشم. مادر چقدر به پدرم میچسبه؟ من امروز به همه چیز و به هر کس میچسبم. دومولوزیو رو فریبگر گفتم باور نکردید. اون شخص ساختکاری اصلی بوده است. برای چی؟ اینجا کار نمی کند. از یگان کسی شما کار نمی کند. گذراندید ینگه گذراندید. خوب کردم. او به کجا می رود؟ از پشت کودکش می دود. شاید. تو چی فکر کردی؟ با خود من طاقت کرده نمی توانم. این بلاهای به سرمون آماده رو ببین. این زنی بی عقل چی خیل همه رو برباد داد. من اکنون با زهرایم چی میگویم؟ خانم زهرا گوش کنید، این حادثه ها با من یگان علاقه نداره. تو کردی ساختکار. از پشت تو بابایم قریب نمرد. شخصی بی آر و ناموس دفت تو. نه دختر این خیل نمیزند آخر. به هر حال این طور نمیزند یا میزند؟ نه زهرا دومولوزیو شما چی خیر با من این کارو کردین ها؟ چی خیر؟ به شما باور کرده بودم. آرزو و امیدهای مرا شکستید. چه خیلی این رو با من روا میبینی زهرا؟ ها؟ با آن زنی دروغگو چه خیلی باور میکنی؟ من تو رو دوست داشته بودم زهرا، لیکن تو حتی با عشق من لایق نبوده ای. حیف. چی؟ مرا دوست می‌دارید؟ ها؟ بله. مولوزیو مرا دوست می‌داشتند. شرمندگی. دوست می‌دارم. من دوست داشته نمیتوانم مگر. خیال‌های خودت رو یک طرف گذار. ای پسر خیال‌های بی‌معنا کرده ایستادی. یا خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ دومولوزیو شما چه خیلی این کارو با من کردید ها؟ این چی گپ است؟ با من فهمونید؟ گوش کنید خانم زهرا،
حادثه های این شب رخ داده حقیقت ندارن. اون زن دروغگو ساخته‌کار است. همه گپ‌هایش حقیقت ندارن، دروغ هستن. گوش کنید دملوزیو، حیات شخصی شما به من در کار نیست. تنها این رو پیشکی به من فهمونه تمام. من هم با شما گفته ایستادم که اون زن حقیقت رو نمیگوید، همه گپ‌هایش دروغ میباشن. آن رو اکنون بین خودتون گپ میزنید. چی رو گپ میزنم؟ با کی؟ پگاه با زنتون و میخورید کو؟ نه گوش کنید خانم زهرا، گفتم که اویلدار نیستم. چخیل زن، چخیل بخوری، چخیل گپ، من با او چی گپ میزنم؟ چرا با من باور کردن نمیخواهید خانم زهرا؟ این همش تهمت است، چرا با من باور نمیکنید آخه؟ خیر، چرا ازدواج ساخته رو قبول کردید؟ اول قبول کردید، بعد از فکرتون گشتید، بعد یکی قبول داره میگویید. این فکرهایتون یگان معنا داشتگیست دملوزیو؟ مقصد من به شما یاردم کردن بود خانم زهرا. اگر گویید که ازدواج ساخته را با آخر رسانیم، با ما موافق از با آخر میرسانیم، اما فراموش نکنید که واقعه اساسی در اینجا است. من راستگو بودنم را اثبات میکنم. فهمیدید مرا؟ این رو دیر یا زود به همه اهل عائله‌تون اثبات میکنم. همه اتون میبینید. من هر چیز زودتر این زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم. او سردار، خوابتون برد. خفه نشوید، ناراحت میکنم. خیزف شب. خوابم برد است. زنی تو رو در خواب دیدم برادر. من آن زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم شوکت. گپ زن؟ با کی؟ با اون زن؟ من آن زن رو از کجا میابم شوکت؟ گفت اون میخوریم. نگفت که در کجا شوکت؟ در جایی که با اون نکاح کردی. گوش کن شوکت، در عین حال با سری تو خون نرفته ایستاده است. از خواب خستی. میفهمم اگر این خیل دوام دهی آن خونه که در رگ‌هایت میگردن جای جریانش رو نمیابه. به خدا حالت رو در اینجا بد میکنم. نباشد من خاموش ایستم. هرچی بگویی بگو، اما گپ نزنه. دم خیر من رو از این خانه راندی یا نراندی؟ شوکت تو چی مقصد داری؟ ها؟ چی مقصد داری عجبا؟ اگر رونده نشده باشه مشکلی نیست. اگر رونده شده باشه پس در یگانج خانه یافتنمون در کار است. گوسفند در فکر جان و قصاب در فکر گوشت. شوکت، از خانه رونده شدن و نشدن امان مهم نیست. من باید بیگناهیم را اثبات کنم. من تا بیگناهیم را اثبات نکنم قدمم را به اینجا نمیگذارم. لباسایم را عوض کرده از اینجا میرویم. یا توبه، رونده شده میگوید به من. نه جای خوب و راحت و گرم را یافته بودم. از برای همین میگویم آخر. زهرا، تو را به اینجا برای یک به یک گپ زدن دعوت کردم. به من همش را از اولش میفهمانی. داملوزیا را در کجا و چی خیل شناختی ها؟ بابا جان، شما درباره چی گپ زده ایستادید؟ گپ را تاب دادن نیست. گوش میکنم تو را. بابا جان، گفته بودم که ما در نگاه اول به یکدیگر عاشق شدیم. بابا جان، از روی من شده بسیار غمگین شدنتون رو میدونم. باور کنید از روی من شده به این حالت گرفتار شدنتون رو نمیخواهم. اما چی زهرا؟ اما چی؟ امایش این است بابا، من به زیا باور دارم. به دروغ نگفتن زیا باور دارم.
درون و بیرون زیا یک خیل است. بیگناه بودنش رو با ما اثبات میکند. به زیا من باور دارم. این مسئله مشکلی ندارد و اگر اهل محل از این بخبر شود پس سوختیم. چی خاموشی؟ یگان چیز تو هم بگو. چی گویم برادر؟ وقتی یگان چیز گفتن دهانم رو میپوشی. فکر دارم. چی را فکر داره شوکت؟ حالا آقای اکرم به ما خوراک خورده یا توبه، ما در چی خیال و فلک در چی خیال. برادر هوا بسیار خنک شد. امشب در کجا خواب میکرده باشیم؟ بیا در مسجد خواب میکنیم. درا شام بخیر. حالا زنگ زد زود آمدم. درد رو نبینید. البته امشب تو نمیرسیدی. زهرا عزیزم خوب هستی؟ از رویت معلوم. البته که غمگینی. آخر من باورم نمی آید. در حقیقت هم باورم نمی آید. یعنی این دومولوزی ها اویله دار است. ما رو چه خیلی فریب داد. ما با او چه خیلی باور کردیم. چی علاج؟ من در باره دومولوزی ها گفتگو میکنم. گفتگو میکرده است. خیلی تو را کی گفتگو میکند؟ بابا جون از برای خدا این طور نکنید. اون با ما یاردم دادن میخواهد نمیبینید؟ با یگان کمک او احتیاج نداریم. بابا جون لطفاً کمی آرام شوید. لطفاً. عزیزم من میروم. اونال التماس نرو. بابا این ناحقی است آخر. بله ناحقی. چی میشود؟ حاله من تو رو در پایان انتظار میشوم. باز در پیش من آمده خود نمایی دارد. گویا دامولازیا را گفتگو میکرده است. ما گفتگو نکردیم، او گفتگو میکرده است. او با آن مینچه خوردش به من گپ نشان میداد اکنون. بابا جون بس است اکنون. اپا جون لطفاً تمام شب با ما چی شدنش رو میدونید؟ میدونم و از دستی کی شدنش رو هم میدونم. من هم میدونم اپا جون. از برای من شد. از برای من. تمام. من گناهگارم. عزیزم آرام شو. آرام. زهرا راستش رو هم نگو. هم اویلمون رو شرمنده کردی هم مرا. و اکنون و من گپ نشان نده کودک. اپا جون گوش کنید. من به زیا باور دارم. با اویلا دار نبودنی او باور دارم. اما من با تو باور نمی کنم. در حقیقت باور نمی کنم. این دومولو خواهری مرا چیکار کرده باشد؟ بس سرم را درد گرفت. بابا تو هم با این دومولو باور میکنی؟ آن مرد یعنی دامولازیا امامی مسجد و دامولا است. در باره آن زن باشد هیچ چیز را نمیدونیم. یکی در حقیقت آن زن دروغ گوید. اگر دروغ نگوید چی؟ ها انا این رو نمیدونم. همش معلوم. یگان چیزی نامعلوم نیست. این هم زنی اشتر است. وای عزیزم التماس خفه نشو. بابایم رو میدونی عصبی نشو. از روی حادثه دیروزینه عصبش بسیار ویران شده است. تمام عزیزم تمام. تو غمگین تو نشو. این دومولوزیا رو گفتگو کن. با گپی بابایم اهمیت نده. تنها به خاطر تو عزیزم. تشکر عزیزم. عزیزم خدا ما رو بخشه. در کجا خواب میکنیم؟ در همینجا خواب میکنیم. بی کورپچه؟ بله. ای خیز کنی خیز
پایهایت رو با اون طرف دراز نکن، آنجا قبله است. تو از کجا میدونی که اون طرف قبله است؟ ای شوکت، نماز خوندی، قبله در اون طرف، پایهایت رو مانند من به این طرف دراز کن. همین طرف؟ بله برادر. این طرف نیمی من نیست. مشکل نیست، یک نگاه کن میفهمی. از اول همین خیلی فهمونی چی میشود برادر؟ شبت خوش برادر. مرغزیده را خواب میبرد و گرسنه رو نه. دعای قنوت رو 7 مرتبه بخوان شد. ای شوکت برادر، مانند گربه راحت نگذاشتی مرا، لیکن دیدارو در قیامت برادر. با تو هم. بسیار میترسم سیلین، یکی اون زن در حقیقت همسر ملازیو باشه. چی بابایم رو غمگین کردم با سبب خونه ویرانی یک زن دیگر شوم. сафсата нагӯй зӯро ба хонавайронкунӣ чӣ алоқа дорад? ҳоло мо намедонем ки онҳо оиладор ҳастанд ё ин ки не. ба ман ҳамаашро мефаҳмонӣ зуҳро. чиро фаҳмонам апаҷон? ту бо ин домуло чӣ кор карда истодаӣ? оиладор буданашро медонистӣ? зуд кани бигӯ. апаҷон, ту чӣ мегӯӣ охир? ман ба ту бовар намекунам. агар ту ба ин одам ошиқ мебудӣ, аллакай лайлӣ шуда будӣ. яъне мефаҳмӣ ки шахси дӯст доштаат оиладор аст. ба ҳама хел гӯё ҳеҷ чиз нашудааст. мешинӣ? ба худо ки монанди лайлӣ ва маҷнун шудаед. не апаҷон, чунки он зан дурӯғ мегӯяд. аз куҷо медонӣ? чунки зиё ин тавр мегӯяд. ту аз куҷо медонӣ ки зиё рост мегӯяд? шояд ӯ ҳам дурӯғ гӯяд. ту аз куҷо медонӣ ки домуло зиё дурӯғ мегӯяд? ту аз куҷо медонӣ ки рост мегӯяд? ӯ нал дар бораи ӯ кофту коп мекунад. ин лозим аст магар? лозим. мебинӣ чӣ дурӯғҳои ӯ фош мешаванд. яъне ту ҳоло полиси як давлати бузургро барои кофту коби ин истифода мебарӣ, ҳа? бисёр хатои бузург мекунӣ апаҷон, бисёр. ба фикри ман яздаамро хаста накунӣ. хуб, чаро бияздаамро барои ин кор хаста мекунӣ? илова бар ин зиё дурӯғ намегӯяд. мебинем натиҷаҳо маълум шаванд. кане ин хел чашмонатро калон шуда гап зада метавонӣ? мебинем апаҷон. зиё ба тӯҳмат гирифтор шуданашро ба ҳама исбот мекунад. ман ба ӯ бовар дорам. ман бовари ҳеҷ кас лозим нест. ту ба фикри ман ба ӯ бовар кардан мехоҳӣ, аммо инро ба шахси 3 рӯз пеш шинос шудаат чаро мекунӣ? чаро ин қадар гап мезанӣ? намефаҳмам. барои ман мешуд ин қадар ҳам намекардӣ. ман бовариамро мегӯям апаҷон. ту ҳам мебудӣ, албатта ман бовар мекардам апаҷон. майлаш, бигзор ҳамин хел бошад. селин маҳвуз шудам. селин тамом нобуд шудам. шунидӣ ӯ чӣ гуфт? язнаам домуло зиёро кофтукоп мекардааст. агар издивоҷи сохтаи мо маълум шавад чӣ кор мекунам? зӯроҷон, ором шав. домуло зиё ҳеҷ чиз намегӯяд. селинҷон, домуло зиё ягон чиз мегӯяд намегӯям. фаҳмиши язнаам бисёр ҳам боқувват аст. вақте аз ягон чизи хурд шубҳа карданаш маҳв мешавам. азизам, ту ин хел чизҳоро фикр карда ғамгин нашав. чӣ хел ғамгин нашавам? селин, нашунидӣ чӣ хел ғамгин нашавам? азизам, ҳеҷ чиз намешавад. роҳат бош. ором. зан нақшашро бисёр хуб бозӣ кард. ба худо офаринаш. агар ҳақиқатро намедонистам, ман ҳам ба оиладор буданаш бовар мекардам. аммо як мушкилӣ ҳаст. зуҳро ҳоло ҳам ба оиладор будани домуло боварӣ надорад. шумо хавотир нашавед. коре мекунам ки зӯро ҳам бовар мекунад. интизорам. من باید اون زن را یابم. اگر نیابم نابود میشوم آخر.
اگر زهرا را از دست دهم چیکار میکنم؟ برادر وای من نکن، آرام شو. در این شهر 20 میلیون اهالی است. او را میبخشی برادر؟ از کجا میابی؟ تشکر خانم سیوان. نوش جانتان دامبلا. تشکر زیاد. حیف شوکت، اقلا حاضر نکن. من دردم رو فهمونده ایستادم، تو باشی با دختر نظر داری. برادر عصبهای تو ویران است. برای جنگ کردن قطعی من بهانه میجویی. این دختر زیبا رو چه نگاه نکنم؟ حالا هم گپ میزنه. ده بس کن شوکت. با کجا میروی برادر؟ با طهارت خانه میروم. میایی؟ من طهارت دارم، تو رو. روز بخیر خانم. روز بخیر، خوش آمدی. خوش باشه. با من دومولوزیا در کار. کمی پیش در آنجا با رفیقش صحبت داشت. تشکر. نمیارزد. او شوکت بدنفس. او آقای کمیسرم چی شده؟ بعد از وفات کلتکلس هدایت یافتی با دومولا صحبت میکنی. چه دومولا آقای کمیسر؟ آیا شما در اینجا یگان دومولا دیده ایستاده اید؟ ای بچه، آن زن گفت که با دومولا نشسته بودی. با کجا رفت؟ کی رو میگویی؟ دومولا زیا. دومولوزیا کیست؟ ای بچه، تو با من شوخی کردی ایستاده. کجا رفت؟ ها، انا با اون طرف رفت. چی با اون طرف نگاه میکنی؟ استغفرالله کمیسرم، عصبی نشوید. ناگهان سوال پرسیدید، فکر کردم که در پرسوپرس سودی هستم. از همین سبب کمی خودم را گم کردم. بخشش کمیسر. چی پرسوپرس؟ آدم برای سوال پرسیدم آخر. استغفرالله کمیسر. ای خدای من از رو که خلاص میشوم؟ بر اینجا از کجا پیدا شد؟ خوب میدانید برادر که کلتکلس رفیقم نامرد. کم غمگین هستم از برای او. شوکت، لابه دومولوزیا در کجاست؟ ها، دومولوی در اینجا نشستگی؟ به خدا از او یک سوال پرسیدم، دید که نمیداند، بهانه کرده رفت. چی خیل سوال؟ سوال. ای پسر، تو مگر دیوانه ای؟ عقلت رو خورده ای؟ چی خیل سوال؟ چی کمیسر، گناه خودکشی کردن به گردن کیست؟ این را از او پرسیدم. کلتکلاس خودش رو کشت کو؟ معلوم عجب با گناه او به کدامی ما نوشته میشده باشد. چرا به گردن من باشد؟ چرا؟ به گردن او است البته. آخر تسلیم میشد خودش رو نمیکشت. مایلش کمیسر، لیکن از یک طرف شما، از یک طرف کنعان دیوانه، او مجبور شده خودش رو به پایان شوکت، اگر او خودش رو نمیپرتافت کنعان او رو میکشت. گناهش در گردن کنعان است. شما غم نخورید، پروا نکنید. انا چرچشمه دیوانه هم آمد. سردارم با خیر است که پیش از من آمده. ها، آمدم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم پرسپورت کردم نماز جنازه کلتکلس بعد نماز پیشین خوانده می شده است در همین مسجد محله. کلتکلس میدونید که با خودکشی دست زده بود. برای همین خواستم در جنازه اشتراک کنم. سردارم شما هم طهارت کرده با جنازه آمدید؟ با جنازه نه، نزد دومولوزیا آمدم. ایمانیده او هم وفات کرد. چی میگویی؟ مرا دیوانه کرده. ای یک طرفی است. خانم زیبا، میبخشید چایهای ما خنک شد. یک اثر نو چای دم کرده می آورد. از دست شما یک چای میخوردیم. این آدم کی باشد؟ با خدا که نمیدونم اکا. وای لینزه مونده ای؟ کار شما نباشد. رفتیم شاگرد. شوکت،
شوکت در کجای 1 ساعت شد فریاد میکنم. آمدم برادر. چی میکند اونال یک رو؟ تو رو. مرا؟ تو رو. من مردم، مرا تا حال فراموش نمیکنم. همچون کالتا کلاس نی آخی، همچون دامولازیا میجوید. دامولازیا رو چکار میکرده است؟ چرا از من میپرسی؟ خودش رو نپرسیدی آخیر که. خیر برادر، بعد نماز پیشین جنازه رو در مسجد میخوانی، پیش درو میشوی. بالا زنه کی گفت؟ اونال گفت؟ نه لویند. یا توبه برادر، اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آخرین وظیفه‌مون رو اجرا میکنیم. نماز جنازه خودت رو خودت میگذاری. همین خیلی؟ ها. خیر میکنیم. مجبور. یعنی او بیچاره هم حیات ما رو نجات داد. بله. از روی او از اونال یک رو از کنعان دیوانه خلاص شدیم. راست. آخرین وظیفه‌مون رو با جا میاریم. درست برادر. رفتیم. خیر رو آغاز میکنیم. برای کالتا کلاس گریه نکن. اون مسئله علاقه پوشیده شد. بله محترم جماعت، امروز در اینجا همه یک جای با دل پر علم جمع آمده ایم تا شخص با نام کالتا کلاس رو که تمام حیاتش رو به کس تنها به سر برده است جنازه کنیم. میخواهم بفهمم که حقتان رو حلال کردید. حالا در درون این تابوت کالتا کلاسی خدا رحمتی خواب است. بگویید او چه خیلی آدم بود؟ آدمی زور بود. محترم جماعت، چه خیلی آدم بود؟ آدمی خوب بود. حقتان را حلال میکنه. حقتان را حلال میکنه. حقتان را حلال میکنید محترم جماعت. شیری مادرش حلال. خداوند شهادت شما را قبول گرداند. آمین آمین. برای خدا با نماز، برای میت دعا، هر کس با نیت باشد. الله اکبر. با نیت باش، نماز سر شد. مانده های کار. ها رحمت عزیزم. مادر جان نمیدونید که کی وفات کرده است؟ اوه عزیزم، یک بیکس و بیچاره میگویم از بر برآوردند گفتند. با فکرم خودکشی کرده است. آقای خلیل همین طور گفت. خیش و تبر نداشته است اپا؟ نه نداشته است. دخترم خوب استی؟ چی شد؟ هیچ چیز نه مادر جان. من لباسویم رو عوض کنم. برای او یک چای دم کنم. یک طرف رو این برادری من از خودم میدارم. استاد ها حالا هر دویمان تنهاییم. یک سوال پرسم استاد جان. هیچ خیلی تنها. یک اطراف رو بینیجری دلت نمیسوزد به من؟ اقلا با مرده ها دلت سوزد همین حاضر؟ خاموش باش. برادرم، برادر چخیل در جوانی خودت را کشتی، من را تنها گذاشتی رفتی. تمام برادر گریه نکن. دنیا هممون میمیریم. آخیر هم پدر هم بابا هم بیبی همه من او بود. خدا رحمتش کنه. آمین آمین. رحمت برادر. مرحمت اکرم. وای 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 وای، این اکای کانون است کو؟ اکا دستتان رو بوسم.
بوسه کردنی مرحمت акай шиморо ёд карда. وای 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 پسری خوب کم نما شده ای ҳамиҷо даем ку ака. تاب خورده بیا جای کارم رو دیده ای албатта ҷои коратонро дидам. шахсе ки мурду хеш таборат мешавад акай канъон. خش و تبار خش و تبار چه خیر خش و تبار دشمنی اشدی هم بود агар ӯ душмани шумо бошад ман ҳаргиз қабрашро намекунам. چینگیز این هم مانندی تو به عقل است суханатро санҷида бигӯ вагарна туро ҳозир нобуд месозам. узр мепурсам чаро истодаӣ? рав дасти шефро буса кун. ایها کسی که میخواد دستی مرا میبوسدم ها бале шеф бале. با ماشین سوار شو کمتر چخ چخ کنیم итоат шеф. درو گوشو шеф оҳиста дастамро зер кардӣ. ای حیوان سرم را زدم این همه‌شون بی عقلند شوکت 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 این آدم رو از نزدمون کمی دور کن اینقدر نزدیک نشود آخر ای برادر دیگه گریه نکن ای مرد جای گریز نیست خیلی تذاب نتی برادر عزیز خواهش میکنم برادر خدا از شما راضی باشد شما در این روز سخت برا تنها نگذاشته تمام داملو بخشش حضرت یک چیز از شما پرسم کلتکنت رو خوب گور کردیم قورش رو چکور کندیم مگر ندیدی چقدر چکور گورانده یه داملو گرد در این نیستم من باید به سردار معلومات دیم ده چخیلی که خواهی معلومات ده گرد نیست تمام برادر بیا دیگه بس که گیرم یکی چی فایده برادر عزیز یک کسل میشه بیموشه بیا بریم اکا یک صحبت کنیم چق کنیم وظیفه همون رو هم بجا آورده اکنون پراکنده شده استاد در بالای سری مایی دعا نمیکنه. دعا؟ بله استاد. دعا کردن لازم ها؟ هجری تو یکم بار دعا کرده ای؟ نه استاد نکردم اما بسیار میخواهم. بیا در حق این بیچاره و بیکسی امروز تو دعا کن. بشوخی میگوید استاد؟ پسرم انتظار نکن ما رو تست سر کن. خدا از شما راضی باشد استاد که در بالای سر این مایی دعا خواندن را بر ذمه من گذاشته. خواهی جماعت آهسته روید. اذكر ما كنت عليه من شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق ونار حق وأن الباقي. کجا بودن اکم را نمیدونم اقلا در چی حال بودنش را میدونستم دیگر طاقت ندارم جانم رحمتی پدرت از برای برادرت را همراهمان نگرفتنش بسیار پشیمان بود من خواستم اما نشد چندی بعد رحمتی پدرت همه خوابگاه ها را کفت و کوب کرد ولی پیدا نکرد مادر جان اونقدر مشکل است که اونقدر غم میخورم که فهمانده نمیتوانم در کجای زنده است میدونم اما عزیزی من کاش که جایش رو میدونستم من تو را به پیش او میبردم اما نمیدونم آخیر
به آخرین خوابگاه گریخته وی رفتی، هیچ نشانی نیافتی. مادر جان باید باشد، یگان چیز باید باشد. حتما او را مییابم. من او را مییابم. انشالله عزیزم، انشالله. برادرمه. این توی کلاس؟ خوب هستی برادر؟ خوبم. چی میشد؟ رفتن؟ خوبه. تو رو هم به خاک سپاریدیم ها؟ حالا از اونال هم از کنعان دیوانه هم خلاص شدیم. آرام شدی؟ آرام شدم. چه خیلی آرام. شوکت این کنعان دیوانه دنبال ما رو نمیگذارد. اون نل دیوانه باشد ما رو روز نمیدید. بیزار شدم. دیوانه ها از یک طرف اون زن. گوش کن، تا اون زن رو یافته گناه داملازی رو سفید نکنم با من راحت نیست. یا خدایا من با چی کارها مشغول هستم؟ آخر در جایی که خواهرم رو جستجو کنم کاری کرده من رو بین. کی است؟ از اون بیوه پیامک اومد. چی میگوید؟ واخوره میگوید. برادر این دویم مراتب است. یکون گپ است. چی خیل برادرم شوکت؟ چی خیل؟ برادر من همراهت میروم. البته که میرویم. یگان نقشه داری؟ مرا گوش کن. تو در زمین خواب میکنی؟ وقتی با یک دیگر تبسم کردن مرا گوش کن. بعدی چند اون شخص می آید. اگر به تو سوال دهد دهانت رو نکشوی. چه خیلی که من پیشتر به تو فهموندم وقتی من اشاره میکنم دویده او رو آغوش میگیری. میلش بعد مرا بالین پاپا میبره. میلش همین کار را تمام کنیم میرویم. تمام. با من سامبوسه خرید. بس از آخر روستم. این قدر میخوری باز نکفی. این قدر چیز را در کجایت جای میکنی؟ من نفهمیدم. سامبوسه خورده کلام میشوم. گبزنی کودک رو بینا. میلش آب رو بینوش. انا اومده ایستاده است. خیر درد چیز که نگوی؟ یا خدای تابا باز در برات کودک آورده ای. بغیر از من و تو در اینجا هیچ کس نیست. چی مقصد داری؟ بگو. سر کن. سفسطگویی رو به یک طرف گذار. میلش داملا همش رو میفهمونم. شما اول آرام شوید. بیا پسرم امکت رو آغوش کن. بیا. چی خیلی آغوش گیرم. این کودکت رو یک طرف گیر. این طور نشد. فهمان کنی؟ این خودش چی گپ است؟ داملا مجبور شدم. وضعیتم بسیار بد بود. با پول احتیاج داشتم. اگر حالا احوالی مرا میدانستید با این کودک در کجاها گوش نبودش نماندم. زندگی بسیار مشکل است داملا. باور کنید یک چند بار خودم را کشتنی شدم اما این کودک را کی نگاه بین میکنه. بیا پسرم امکت را تیز آغوش. پسرم چرا آغوش میکنه؟ درد شنید آنجا. این خیلش ناز. نقشه بازیت رو تمام کردی؟ بله تمام شد. اکنون بگو تو این بازی رو برای کی میکنی؟ کی؟ گفتن نمیتوانم. چه خیلی گفتن نمیتوانی؟ با من نگاه کن. چخل گفتن نمیتوانی؟ همش رو فهمان. با خدا مرا زنده نمیگذارند. چی میشود؟ مرا سالم نمیگذارند. التجا میکنم مجبور نکنید که گویم. اما نگر تو را در این بازی دروغین کی استفاده میبرد؟ تو نگویی نمیروی. خدا من هم نمیشناسم. آخر به نظم آدمشان رو روان کردن پول دادن. بعد در نزد کودک مرا برای گپ‌های خبه زدن مجبور نکن. کیستن آنها؟ به خدا من گپ‌هایم را گفتم. وجدانم راحت است. رفتیم پسرم. خدای توبه کردن. ای بلا بگجدانی تو. لبه چیکار کنم؟ آن زن رو پای بر. میلش این زن رو کیکی رو گرفته است. باید آموزیم. خیر میلش.
کاری من حل شد. وقت موندهش در دست شما. زهرا جان، باید همین حجت رو یک جای از نظر گذارونیم. سلین، من هیچ حالتی دیده ندارم. سلین، به فکری تو این زن چرا دومولوزیو رو تهمت کرد؟ با تهمتی او باور داری؟ تو باور داری مگر؟ باور نکردم. از کجا دونم؟ خیر میلش دومولوزیو این خیلی کار نمیکند، لیکن او هم مرد است. همه چیز شدنش ممکن. خانم سلین، مهمان دارید؟ تمام حاضر می آیم. زهرا جان تو باز دید؟ سلین، من به دومولوزیو باور دارم. باور دارم. قهوه بسیار هم خوب شده است. نوش جان بابا جان. من یک به حجره‌ام درایم. می روید بابا؟ با تلفنتون پیامک اومد. بخیر باشد. بی عینک با چشمانی کورم چخیل میبینم ها؟ بابا چی شد؟ بابا اپای نشیده با اینجا بیا. آقای اکرم، اپای نشیده یوری تجیلی جزنید. اپای نشیده. بابا جان با شما چی شد؟ نفس کشید. بابا جان با خود آقای اکرم نفس یوری کشید. تجیلی رو زود دعوت کنید، زودتر. بابا جان یکان چیز گوید. بابا جان ایسی باز. آقای اکرم به خدای آقای اکرم، الو زود یوری تجیلی رو روان کنید. بابا جان تو قد کنید همش خوب می شود. بابا جان التماس با خود بیایید. بابا جان زیو لطفاً دروغ باشد، لطفاً. لبیپا زورا بابایم. چی؟ بابایم چی شد؟ صورت های آیلوی دومولوزیو رو دید. اپا بگویید آخر بابایم چی شد؟ خیر آخر دیگر چی میشد؟ احوالش بد شد و بیمارخانه رفته ایستاده. زود بیا.